رودکی یکی از نماینده بسیار هم برجسته ادبیات شد؟ این چی کارین؟ خودت که درس نمیخونی دیگر رو به خلال میرسونی؟ خواهم میخونم نخواهم نمیخونم. کار شما چی؟ این چی طرزی گپ زدن با معلم؟ این چی طرزی گپ زدن با معلم؟ چه خیلی که خواهم گپ بزنم. شین بجا؟ نمیشنم. چی کار میکنید؟ با پدر از زنگ میزنم شین؟ زنگ زدن گیرید. نمیشنم. بجا شین؟ نه. دلشاد اینجا بیا. چرا در درس نیستی؟ معلم پیش کردم. چه خیر معلم پیش کرد؟ اگه نامعقولی کردی؟ نه پیش کردم. بیا پیش درو. بیا. یک درجه معین میگذارد، یعنی جای بسیار مهم به وضوح میکنند. سلام علیکم. مرحبا. سلام علیکم. درو. معلم میبخشید. برای چی دیر شده از درس پیش کرده؟ ما از درس پیش نکردم. خودش برام رفت. این دلشاد هم خیلی بچه که به درس دیر میبیاید، به تیاری میبیاید، به دیگران خلال میرسوند. گپت تماما گوش نمیکنه. شرمنده بی آبرو. به جای درس خواندن، علم آموختن، تو از درس میگریزی. من هم وقتش از درس میگریختم. به حالم نگر. میخواهی مانندی من شوی؟ ببخشید. شاگردان عزیز، در همین جا ما موضوع استاد رودکی را به انجام میرسانیم.